بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من توجيهات مهمة لشباب الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام می‌دهیم از رساله به نام توجیهات مهمة لشباب الامه، یعنی دستورهای مهم و نصیحت‌های مهم برای جوانان امت از آن شیخ علامه صالح بن عبدالله فوزان. الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ حفظه الله تعالی بعد از ذکر کردن حق فرزندان، یعنی اندک حق و حقوق فرزندان که بالای والد یا که والدین وجود دارد، اینها را ذکر کردن، در دوامش می‌فرماید آن چیزهایی را که باید که جوانها نیز خود نسبت خودشان باید که اهمیت دهند. گفته می‌فرماید: اما انتم ایها الشباب فعليكم ان تهتموا بانفسكم اولا. فهمیدید؟ اما انتم ایها الشباب، اما شما باشید ای جوانان، باید که نسبت خودتان اول چه اهمیت بدهید، یعنی خود را نیز بی رعایه و بی اهمیت نگذارید. چه خیلی که در شأن شما، حال شما یعنی پیدا نشده بودید که والدین شما تلاش کوشش کردن برای خاطر یعنی که شما را به یاردم الله به دست آوردن، شما صالح شوید. گفته بالخصوص اول پدر چیکار کرد؟ خود را تربیه کرد و تقوادار شد و برای خاطر اینکه تو با وجود آیی، یعنی که یک سبب تشکیل کرد، همسری خوبی را انتخاب کرد، همسری خوبی را انتخاب کرد. الله سبحانه و تعالی تقدیر کرد که تو به دنیا آمدی و از شادی و خرسندی برای خاطر به الله نزدیک شوم گفته و شکر و سپاسگزار الله شوم گفته قربانی کرد و برای تو یعنی که عقیقه کرد و برای تو چیکار کرد؟ نامی زیبا گذاشت را و همچنین دیگر چیزهایی که ذکر شد. اکنون ای جوانان می‌فرماید که شیخ فعلیکم ان تهتموا بانفسکم اولا، یعنی شما باید که نسبت خود اولا چه اهمیت داده باشید. علیکم بطلب العلم النافع، یعنی به خود لازم گیرید طلب علم منفعتناک کردن را. توجهوا بطلب العلم النافع على ایدی العلماء، شما یعنی که متوجه شوید به طلب علم نافع به دستی یا که از دستی علما، سواء فی المدارس، خواه یعنی که این علم نافع را شما از در مدرسه ها میگیرید یا که والمعاهد در معهد ها، در دانشگاه و دانشکده ها میگیرید، والکلیات و در فکولته ها میگیرید، او فی المساجد یا که در مسجد ها میگیرید. احضروا دروس العلماء المعروفین بالعلم، شما به درس علمایی که معروف هستند حاضر شوید. مع المعروفین بالعلم والاستقامت، آن علمایی که ویها هم در از جهت علم و هم در جهت یعنی راست بودن عقیده و منهج کسانی که معروف هستند به درس‌های اینها حاضر شوید. و تقوی الله عز و جل، کسانی که به تقوای الله مشهور هستند معروف هستند. الخالین من الافکار الشاذة، آن کسانی که از فکرهای مخالفت تازه هستند، حزبی نیستند. والاقوال الغریبه، و سخنهای غریب عجیب خالی هستند. با مجلس علمی چنین اشخاص چنین علما حاضر شوید. عليكم بالعلماء المستقيمين المتجهين الاتجاه الصحيح، شما العلم هایی را که
ایشان در جاده شریعت راستند، یعنی که یک اتجاه درستی را گرفته پی گرفته رفته ایستادند، یعنی که چنین عالم ها را به خود لازم گیرید. فتلقوا عنهم العقیده والعلم والاخلاق والسلوک والمنهج الصحیح. از چنین عالم ها عقیده گیرید، علم، اخلاق، رفتار و منهج درست گیرید. الذي تتعاملون به مع انفسكم و مع غیرکم، یعنی چنان منهجی را گیرید که با اون منهج به خودتون معامله میکنید و به غیرتون معامله میکنید. فإن العلماء ورثة الانبیاء، واقعا علم ها اینها میراثبران پیغمبرانند. فكما كان شباب الصحابة يتعلمون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بس چنانه که جوانان صحابه، یعنی صحابه های جوان چیکار میکردند؟ تعلیم میگرفتند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و یتعلمون علی علماء الصحابه، و از یعنی که دانشمندان صحابه ها تعلیم میگرفتند. فانتم تعلموا على ورثه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، شما نیز تعلیم گیرید و از میراثبران پیغمبران و هم العلماء، و ویها کیا می باشند؟ علما می باشند. التمسوا العلم عند اهله سواء في الدراسة او في حضور الندوات والمحاضرات والمواعظ او في قراءة الكتب المفيدة. شما یعنی علم را جستجو کنید در نزد اهل علم، فرق ندارد خواه اهل علم را شما یعنی که در جاهای درس میگرفتگی چیکار میکنید؟ دریافت میکنید، یا که در حضور یگون جماعت ها یا که جمعیت ها، یا که مثال گیریم در محاضره ها، لکسیا، یا که موعظه ها، یا که در قرائت کتاب های فایده و سود بخش. بعد از آن شیخ میفرماد که هناك الان طریقتان منحرفتان فی التعلم، در اینجا دو راهی هست که اینها در تعلیم گرفتن به راه زدگی هستند، یعنی راه تعلیم گیری را گم کردگی هستند. یکم التعلم على الكتب بدون العلماء، یعنی علم را گرفتن از کتاب ها به عالم ها. فهذه طریقه منحرفه، این راه بیره است. و کثیر من ضل بسببها، و بسیار کسها گمراه شده هستند به سبب ان همین، یعنی خسرانه به مشورت علما، به یعنی که مصلحت علما خسرانه انده که از اینجا از آنجا عربی را فهمیده است و چیکار کرده است؟ کتابخانه رو سر کرده است. لانه لا یفهم ما فی الکتب، چون که فهمی آنچه را که در کتاب ها است نمی رود. او یفهمها علی غیر مقصودها، یا که می فهمد ولی به مقصد کتاب ها نه، به مقصد خودش می فهمد. لانها لم تشرح له و توضح، چون که برای این کس نه این کتاب ها را شرح داده شده است نه ایضاح داده شده است. او قد یکون المؤلف منحرفا فی فکره، یا که یک کتاب را خوانده است که مؤلف این کتاب در فکرش بیره زده است. او فی علمه یا که در علمش چه یگون یعنی که کمبودی کستگی دارد. فیملأ کتبه بالاغلاط العلمیه، بس در نتیجه به سبب یعنی که کمبودی در علمش کتاب خودش را به غلط‌های علمی پر کرده است. فیقرأها هذا الشباب، یا که هذا الشاب الجاهل فیعتنقها، این جوانی بی سواد، این جوان چیکار میکند؟ چنین کتاب ها را میخواند و از روی جهالت بس چیکار میکند؟ فیعتنقها، و قانع میشود. فالکتب لا یعتمد علیها، بنابراین به کتاب ها اعتماد و تکیه کردن نمیشود. و حتی لو كانت کتبا صحیحه، گرچند که کتاب های درست هم باشند، فانك لا تفهمها على المطلوب، تو ویها را به مطلوبشان رسیده یا که طبق به کدام مقصد نوشته شدگی هستند فهمیدن نمیتوانی. و ما ضل الخوارج مع ذكائهم ومع ورعهم واضلوا الا بسبب انهم انعزلوا عن العلماء. و همین یعنی خوارجایی که با عقل بودنشان گمراه شدن و با وجود پرهیزگار بودنشان دیگرها را گمراه کردن، همه اینها به سبب آن است که
ایشان از عالم ها کنار شدند، از عالم ها دور شدند. و اعتمدوا علی فهمهم، به فهم و فهمیش خودشان اعتماد کردند. و اعتمدوا علی امثالهم، و به خودشان به هم طبقهای خودشان اعتماد کردند. فتلقى بعضهم عن بعض، یک دیگرشان علم گرفتند. فصاروا ضررا علی انفسهم، بعد از آن یک ضرر آور شدند هم به خودشان و علی الامتی، و هم بر سر امت ضرر آور شدند. فهذه نتیجه الانعزال عن العلماء، این است نتیجه و ثمره از عالم ها دور شدن و کنار شدن. و اوصیکم ان تشتغلوا بطلب العلم النافع على ایدی العلماء، من شما را وصیت و سفارش میدهم که شما به طلب علم منفعتناک مشغول شوید در نزد علما. و ان تتجنبوا الخوض والكلام في الناس، احتیاط کنید دور شوید از چی؟ یعنی که سخنهای سفسطه و در حق مردم گپ زدن، و الغیبت و النمیمت و التجریح، غیبت کردن، نمیمه سخنچینی کردن، چخیلی که امروز بین علما سخنچینی میکنن، و تجریح جرح کردن، و تشهیر یعنی که مشهور کردن عیب و نقصان دیگرها را، یعنی که مثال اجتناب ورزه. فإن هذا شر مستطیر فرق شباب الامتی، زیرا اینکه یک کاری بد دوام دهنده است که جوانان امت را پراکنده میکند. و جعلهم شیعا و احزابا بسبب الوقیعة فی الناس، و مردم چی جوانها را به یعنی که دسته و حزب تشکیل میکند به سبب یعنی که دشنام دادن مردم، الوقیعة فی الناس. دویم فهناک من لیس لهم هم الا فلان قال كذا، دویم یعنی که سبب گمراه شدن مردم جوانان آن است که فقط غم و اندوهشان یا که مقصدشان تلاششان چی فلان این خیل گفت، و فلان قال كذا، فلان این طور گفت، مالک ولی فلان. خب شیخ میفرماد که تو چی کار داری به فلانه، یعنی فلانه این خیل گفته است، فلانه این طور گفته است. حتی میگن در قزاقستان بچه‌ها تا چنین اندازه را مقلد شدگی هستند که وقتی یک کسی یک نصیحت میکنه یا حدیث شو میگوید که باید این خیل کردن کار، این رفتار کردن کار، میگوید که در این باره میگوید فلانه گفته، یعنی که یک نام یک کسی که شرط نیست ذکر کردن در مدینه فلانه چی میگوید. آخه تو چیکار داری به فلانه؟ خودت خوان نصیحت گوش کن. فهناك من ليس لهم هم الا فلان قال و فلان قال كذا، مالك ولی فلان، تو چیکار داری به فلان میگوید. انت اطلب العلم حتى تعرف الحق، تو خودت طلب علم کن تا اینکه حق دانی. اما انك تخطئ الناس قبل ان تتعلم، اما تو مردم خطا کردن میگوی پیش از اون که خودت تعلیم گیری. و تقول فلان يقول كذا، فلان این طور میگوید، و فلان يقول كذا، فلان این طور میگویند. واحذروا من فلان، فلان احتیاط کنید. یعنی که امروز شرطهای لا اله الا الله رو نمیدانند، شرطهای نماز رو نمیدانند، ارکان نماز رو نمیدانند، لیکن در جرح و چه در تعدیل و چیکار میکند؟ از دهنش کف میبراید. هذا ليس منهجا سلیما، این منهج و راه درست نیست. الله جل وعلا يقول، الله عز وجل میفرماید یا ایها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، ای کسانی که ایمان آوردید اگر با شما یگون فاسق یگون خبر بیارد، فتبینوا، این انیق کنید، ان تصیبوا قوما بجهاله، با مبادا یعنی از روی جهالت با یگون مردم چی مصیبت نرسانید. و تصبحوا على ما فعلتم نادمین، بس شما در نتیجه به کار کردهتان پشیمان میشوید. و کیف تتبینون و تتثبتون الا بتعلم العلم النافع على ایدی اهله المعروفین به، شما یعنی که چخیل میتوانید اکنون انیق کردن این خبر راست است یا دروغ است اثبات کردن، چخیل میتوانید بدون اینکه شما علمی منفعتناک گرفته باشید از دستی یا که در دستی اهل علمی که به علم مشهور هستند. واحذروا ایها الشباب من دعاة الضلاله، احتیاط کنید ای جوانان از داعیان گمراه. فان دعاة الضلال اليوم
كثيرون زیرا اینکه داعیان گمراه امروز بسیارند. قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال واقعا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از چنین اشخاص حذر کنانیده گفت انما اخشى على امتی الائمه المضلین، واقعا من به مقابل امتم میترسم از آن امام هایی که ایشان گمراه کننده هستند. چه که بسیار امام های مسجد مفتی ها. رواه الترمذي في سننه وابو داود في سننه وابن ماجه والامام احمد في مسنده والدارمي في سننه كلهم من حديث ثوبان. الذين يقودونهم الى الضلال، چرا یعنی امت را گمراه می‌کنند؟ زیرا اینکه ایشان مردم چیکار می‌کنند؟ همچون امام به گمراهی میبرند. وقال ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. و نیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که البته از همه خوف آورترین آن خوفی که هست بالای امتی من کیا هستند؟ هر منافقی که در زبان برا هسته، یعنی علمش در نوک زبانش هسته. دو سه حدیث خوانده چیکار کرده است؟ این کافر و منافق و این گفت فاسق کردن تفسیر ای من عنده فصاحت و بلاغه، یعنی این حدیث است امام احمد روایت میکنه از حدیث عمر بن الخطاب. خب یعنی چنین بعضی منافقا هستن که زبان گویا و بلاغت دارن و یستطیع ان یروج الشبه، چیزی شبهناک رواج دادن از دستش می آید و یزیف الحقایق و یعنی که حقیقت ها را ساخته کردن از دستش می آید و یلقیها علی الناس، در نتیجه این چیزهای شبه آوره به مردم می پرداید و یحسبها الجاهل انها علم، آدم جاهل شخصی جاهل گمان می کند که این واقعا علم است و انها حجه، این حجت است می گوید و هی سراب خادع، حالا اینکه این یک چیز سرابی فریب کننده است، یعنی سراب گفته میراژ میبینی در گرمه یک چیز زمین میبینی خیال میکنی آب است، رفتن میگیری چی آب نیست و حول روی زمین است. فعليكم بالتوجه لطلب العلم، شما به خود لازم گیرید روی آوردن را برای طلب علم، یعنی به طلب علم رفتن و تلقیه علی اهله المعروفین به، و تلاش و کوشش کنید که علم را گیریتون از همون اهل علمی که معروف و انیق هستند به آموختن علم یا که به علم داریشان. ولا تقتصروا على قراءة الكتب، یعنی کفایت نکنه به خواندن کتاب ها، او على سماع الاشرطه، یا که به شنیدن اشرطه یعنی که کسیت و دیسکا. فان بعض الناس اتخذوا هذه طریقه للتعلم، چون که بعضی مردم همین برای خاطر علم گرفتن، یعنی که برای خود چی گرفتن. یقرأ احدهم في الكتب، یعنی بعضیشون چیکار میکنند؟ کتابو میخواند. او یستمع للاشرط، یا که یگون کسیت دیسک گوش میکند و یقول انا اتخذت عن فلان من کتابه، من از فلانی از کتابش علم گرفتم، او من شریطه، یا که از چی از اون دیسکش درس گرفته که هم میگوید با خودش نسبت دادن میگیره. و هذا غلط کبیر، این خطای بزرگ است. العلم یؤخذ عن العلماء، علم را از عالم ها گرفته می شود. و انما هذه الكتب معینة و وسیلة تستخدم مع العالم، و برعکس این کتاب ها فقط یک یاردمچی و وسیله می باشند و استفاده برده میشن این کتاب ها را همراه عالم. و یسأل عنها، و عالم را پرسیده می شود از این کتاب ها و یشرحها، عالم که شرح میدهد اینها را و یبینها، بیان روشنی می اندازد. یبین الحق من الخطأ فيها، حق را از خطا در این کتاب یعنی که عالم ها روشنی می اندازند. فأنت مثلا لو أردت أن تتعلم الطب هل تقرأ كتب الطب؟ تو اگر مبادا یعنی که طب را تعلیم گرفتنی شوی، آیا یعنی که طب را از کتاب های طب میخوانی تو بعد طبیب میشوی؟ ثم تطبق بعد از آن اینها را تطبیق میکنی و تعالج الناس من خلال قراءتك للطب، آیا مثلا در رفتی یعنی کتاب های طب خواندن تو به مردم توابت سر میکنی؟ فربما تقتل الكثير من الناس بهذه الطريقه، بشر میشود که احتمال تو شر آدم را میکشی به این طریقه، لانك لست طبيبا، چون که تو طبیب نیستی، و انما انت متطبب، تو طبیب تراش هستی. وقد جاء الوعيد على من تطبع، وعید آمدگی است، فهمیدی؟ وعید سخت آمدگی است، تهدید سخت آمدگی است علیه کسی که خودش
طبیب میگیرد و هو لا يحسن الطب، حال آنکه او دستش طبیبی نمی آید. هذا في الطب، حالا این درباره طبیب می رود. فكيف بالدين والعلم وانت لم تتعلم على الطريقه الصحيحه. بس صحبت درباره دین و علم رود، بس خیلی می شود که تو علم را به طریق درست درس نگرفته باشی، تعلیم نگرفته باشی. و انما تعلمت عن طریق شریط سمعته، تو علم گرفتی فقط یعنی روی عالم دیدگی نیستی، روی شیخ دیدگی نیستی، به طریق یعنی که کسی که شنیدی او کتاب قرأ، کتابی که او را خواندی، او قیل لك که برای تو این گفتن و وای گفتن. هذا ليس طريق علم، این راه علم نیست. و انما نقول تستفید من الكتب، ما گفتنی آن هستیم که از کتاب فایده میبری، از کتاب ها. و تستفید من الاشرطه، و از دیسکو کسید ها استفاده میبری. مع جلوسك مع اهل العلم، در برابری با همراه اهل علم نشستند. و ما اشکل علیک مما قرأته، بعد اون چیزی خواندگی دیگون مشکلی افتاد، او سمعته یا که اون چیزی که مشکلی که شنیدی، تسأل عنه المعلمه، از معلم نسبت آن میپرسی. قال تعالی، الله تعالی میفرماد که فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از عالمان بپرسید اگر شما ندانید یگان چیز را. و اهل ذکر هم اهل العلم، اهل ذکر در اینجا و ها عالمان هستند. فلا تعتمد على فهمك، بفهمیدن خودت اعتماد نکن، او فهم غیرک، یا که بفهمیدن دیگرها. ممن هو مثلك، اون کسی که مثلا گیریم هم مانند تو است، او دونک، یا که از تو پستر است. بل علیک ان تسأل اهل العلم، بلکه به تو لازم است که اهل علم را بپرسی. ولم يقل الله فاسألوا بعضكم بعضا، الله تعالی نگفته است که یک دیگرتون پرسید، بلکه گفته است که فاسألوا اهل الذکر خاصه، یعنی که خاص اهل علم را بپرسید گفته است. فهذه نصیحتی لجمیع الشباب، نصیحتی من برای جمیع جوانان از همین عبارت است. ان یتوجهوا لطلب العلم النافع، باید که به طلب علم منفعتناک روی آور شوند. و یأخذ العلم عن العلماء الموثوقین بعلمهم، علم را از چنان عالم های بگیرند که به علمشان ایشان باوریناک هستند. و تقواهم لله عز وجل، و در تقوا شخصانی باوریناک باشند. قال بعض السلف ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. روي عن ابن سيرين ورحمه الله تعالى كما في شرح الترمذي، یعنی از روایت میکنه از ابن سیرین که گفته است که البته این علم را، یعنی البته این علم دین است، شما نگاه کنید از کی میگیرید دینتون را. فهل تأخذ دینك عن جاهل او مضلل، آیا تو دینت را میگیری از یک شخصی جاهل، یک شخصی یا که یک شخصی گمراه کننده؟ هذا لا يصلح، این درست نمی آید. او تأخذ دینك عن کتاب، یا که دین خودت را از کتاب میگیری، کل هذا لا يصلح، همین اینها درست نیست. لا تأخذ دینك الا عن عالم تقی، باید که تو دین خود را از یک عالم گیری که او تقوادار است. الله تعالی میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، از الله از میان بندگان واقعا میترسیدگی کسها عالما هستند. فخذ من العلماء الذين يخشون الله بشرطين، بگیر یعنی عالم هایی که مثال گیریم از الله میترسند، بشرطین، بنامین دو شرط، ان یکون عالما، عالم باشد، و ان یخشى الله، از الله میترسیدگی باشد. فان کان عالما لا یخشى الله فلا تأخذ عنه، اگر عالمی باشد که از الله ترس نداشته باشد از وی مگیر. و ان کان یخشى الله لکنه لیس بعالم فلا تأخذ عنه، اگر یعنی که از الله میترسیده باشد ولی عالم نباشد از اون نیز نگیر. ان شاء الله بعد دوامشنده شیخ ذکر میکنن اون حدیث درازی را که یک انسان 99 کس کشت و بعد از آن یعنی که از اهل علم پرسید، راهب او را مثال گیریم گفت که آیا یعنی پرسید که من توبه دارم یا توبه ندارم، و هکذا یعنی که این حدیث درس آینده انشاءالله میگذاریم. این هم یعنی دلالت با آن میکند که انسان باید که علم از عالم گیرد. اقل میگفتن نیست، اقل یک کسی گیرد که همون کس عالم دیده است و در نزد عالم خواندگی است. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.